درود دوستان عزیز، برنامه فضا است و ما مهمانان عزیز و عالی قدر رو به این برنامه دعوت کردیم. یک نفر آوازخوانی جوان، عادلشاه ایرانشاه و پدر ایشان سلیمانشاه ایرانشاه و همچنین یک نفر هنرمند محبوب که هنرش مرزها را عبور کرده است، دلیر نظرов نیست، به برنامه ما تشریف آوردند که من افتخار همصحبتی ایشان امروز برای ما نیست دست میدهد. من کلی شما را به برنامه امروزه فضا خیر مقدم میگویم و اگر درود پیام به بیننده تلویزیونی سفینه داشته باشد، دستگاه های نواربرداری ما در اختیار شما است. بفرمایید. سلام با همه کس که میشنود که نمیشنود، برای همه کس سلام است. سلام با افتاب و با آسمان و با هر کسی که میشنود و نمیشنود. این یک پیغام موسیقی است، چون که موسیقی به همه جا میرسد مانند سلام. در یک صحبتتان شما گفته بودید که شاگردان صبور نیستند، یعنی نه هر شاگرد میتواند که در نزد شما همچون شاگرد بایستد و صبور باشد و بتواند که از شما چیز بیاموزد. ولی امروز شما یک شاگردی خود را به نزد ما آوردید که واقعا هم صدایش خیلی جذاب است و هنرش خیلی والا است. خب به این چی گفتنید؟ حقیقتا بسیار دشوار است یگان چی یاد گرفتن. از این هم دشوارتر است یگان چی درس دادن. چون که هنر است. هنر خودش نشان میدهد. استاد فقط شرایط میسازد برای اینکه آن هنر خودش نشان دهد. و گفتند که مثلا استاد یگان چی میکوبد مییابد، یگان چی میسازد، این فقط یک طرفی این یک کار کلان است. کاری که با خدا اجرا شدگی است. هنر، طبیعت، زیبایی همش یک است. و وقتی که هنر در درون یگان کس باشد، دلش میکشد به موسیقی، به کار، به اون که رای خودش پیدا کند. بین ما نه سوال نه جواب است، چون که معلوم است که برای چی او آمده است و به من چی داده میتونم برای او. مثال خودی همین حادثه ای که با عادلشاه خودش راهش پیدا کرد با پدرش پیش ما و وقتی که ما شناس شدیم ما خیلی شاد شدیم از آن که او راهش پیدا کرد پیش ما. یعنی این یک قصه استاد و شاگرد که فرق دارد از آن قصه هایی که مثلا استاد در مکتب شده بود و طلبه‌اش در پیشوشته گوش میکرد که چی او یاد میدهد. من یگان چی یاد ندادم، من فقط هستم. همین کاری کردگی من، تاریخ من، زندگی من همش یک میدان است که در آن هنرمند کسی که عاشق است به همون کسبش، نه آن هنرمندی که آواز دارد یا یگان چی عاشق که خواهش مثلا گفتن خود با واسطه هنرش نقل میکند برای ما. و عادلشاه چه ظرفیت‌هایی داشت که شما را مایل کرد؟ وقتی که ما شناس شدیم و من یگان چی نپرسیدم، فقط گفتم که چی میخوانی برای ما بخوانی. وقتی که سر کرد خواندن همه چی معلوم شد درباره چی، نه برای آنکه آوازش زیبا، که آوازش هم حقیقتا زیبا است، لیکن از این هم بالاتر یک چیز که دلش گشاده است. یگان پنهانی ندارد لیکن راز دارد، یک رازی که دقت ما را میکشد به خود و یگان پنهانی ندارد که ما باید کوشش کنیم که یگان چی پیدا کنیم. ما فقط خودمان اگر آزادانه ایست کنیم، همون تاثیر آوازش به دل ما میرسد و این کار عادلشاه به یگان دشواری اجرا کردن میتونه، چون که جهان بینی او، آن جهانی که او دارد یک جهان مخصوص است. جهان بینی درونی است. در احساس تازه است. آن چیزی که او حس میکند ما این نام میتیم. این مثلا استول و کامera اون چیز برای او نامو در کار نیست. او حس میکند که ما گردی و اطراف وشتگیم، یعنی یک چیزی میبیند که این از چشمم بقوت‌تر. بله. و درک و تصور این برای انسان هایی که معمولی هستند و میبینن و درک میکنن، فکر میکنم خیلی سخت است. البته که بعد واخوردن با هنر بلند، اون هنر بلندی که تاثیر سخت دارد، چون که ما میگویم که خدا داده است. خدا که داده است، استادی که زمینی است
او فقط شرایط میسازد. چون که یگانه کار او که یگان چی ویران نکند در درون همون هنر بودگی. ویران کردن نمیتوند، لیکن میتوند یک چیزی تعلیم دادن که با یگان راهی طرف دیگر میبردگیش. یک قالب معین ساختن در داخلش. یعنی اونجا یگان چی گفتن در کار نیست، فقط آزاد دادن در کار. آزاد موسیقی‌ها رو پیدا کردن، یافتن که گرد اطرافش ساختن، که یک آهنگا گرد اطرافش ساختن که یک هر بار باید که یک باغی نو پیدا شد برای این گل. شما در یک صحبتتان گفتید که من آرامی را دوست می‌دارم، ولی این معنی آن را ندارد که من از آواز ماشین خوشم نمی‌آید و اینکه صدای اطراف مرا خلل‌دار کنند آرامی مرا. من یک آرامی درونی دارم که هیچ صدای بیرونه نمیتواند آن را خلل‌دار کند. یعنی این چی است به گفته شما؟ این آن است که آن خاموشی و آن آرامی که ما میکنیم این نیست یک عالمی که در آنجا یگان صدا داشته نباشد. صدا هست، از صدا دور رفتن ممکن نیست. یگان غار ضرور نیست که با اونجا شما خودتون روز کنید یا که یگان، البته که طبیعت میره بید اونجا آرامی، لیکن ما شرایط نداریم که دائما در طبیعت باشیم. ما این آرامی رو در درون ناآرامی پیدا کنیم. آن وقتی که ما پیدا میکنیم این آرامی رو در درون ناآرامی، آن وقت ما صاحب فهمیش خودفهمی میشیم. اما وقت ما خودمون میشناسیم. و میگویند که موسیقی رو نیز از همین عالم صداها پیدا میکنیم. از صداهای ماشین، از صدای آدمان، از صدای اطرافی که یک شهر رو پر کرده است، از اینجا نیز میشود موسیقی رو دریافت. از همه چی موسیقی یافتن. لیکن در حقیقت موسیقی وقتی که با دل شنونده میرسد و وقتی که همونجا گل میکند، همون وقت موسیقی میشود. تا همون لحظه این فقط صداها، صدای گیتار، صدای آواز، وقتی که این رو شنونده قبول میکند، دلش گل میکند. موسیقی در قلب شنونده است. ما فقط میکوبیم راه ها را که همین توم به دلش رسد. شما در یک جا گفتید که من به خاطر که دوستانم بیشتر شوند به موسیقی را آوردم. چون که اون کسانی که با من کار میکنن اونا دوستای من هستن. من از خردی آرزو داشتم که با دوستا من جدا نباشم. ما خواستیم که ما دائما یک باشیم با هم. رنگ قهرمانای کتابو، 4 درویش، بعد همه گروه بیتلز که دوست با هم بودن و 3 موشکتیور، همون چیزایی که در اونا دائم با هم میگشتن و دوست با هم میبودن. برای همین من میخواستم که دوستا داشتم باشم. بعد برای همین کسب پیدا کردم، گروه رو تشکیل کردم که با همون آدما ما یک باشیم و کسی که به پیش ما بیاد و با ما کار کند اول او دوستی ما میشود. چون که دوستی اول، موسیقی ممکن در درجه 6 میشود. چون که اگر ما دوست باشیم ما هم موسیقی کار کردن میتونیم، هم هر کار کردن میتونیم. وقتی که ما را موسیقی پیوسته میکند، اگر ما موسیقی رو گیریم ما بین ما هیچ نمیماند. عجیب، واقعا عجیب. کدام حالت ها ایجاد می شود موسیقی آهنگ؟ من جای فهمیده بودم که شما گفتید حتی من برای یک آهنگ تا 1 سال می توانم که فکر کنم. یک آهنگ تا 1 سال مرا مشغول میکنه. این معنی ندارد که من میشنم و همون آهنگ میکوبم. من حیات ما میگذرانم و احساس جمع شده. بعد ممکن که 1 لحظه دوای آهنگ پیدا میشود. خیلی که سرودی رودکی 1 لحظه پیدا شد. این خیلی نبود که من کوشش میکردم که هم آهنگ سازم، لیکن هم آهنگ نیک خواستم که یگان سرود با شعر رودکی ساخته شود. لیکن زور زدم نتونستم. یک روز در خانه تمرین شده بودم و کتابم میشه کشاده بود. بعد همی دور چشمم با همون شعر رسید، همون جای کشاده گشت. یک بار هم اول و هم آخر و هم آهنگ و هم چی پیدا شد. 1 لحظه. لیکن من میدونم که تو همون لحظه 1 لحظه رسیدن 1 حیات گذشت. ممکن 1 سال نه، ممکن که همون 40 سال عمر. من وقت 40 ساله بودم، 45 سال یا 50 سال. همون 1 حیات برای 1 لحظه ای که همون وقت آهنگ میبره. این خیلی که من شدم و ساختم. وقتی که کوشش میکردم که سازم نتونستم. لیکن وقتی 1 نقطه رسید که این فقط خدا میدونه چه خیلی این الهام پیدا میشد. همون تلاش های پی در پی همون خالگی ها رو پر کرد، همون احساس رو نزدیک تر کرد به شما. شاید اگر این گونه تلاش نمیکردید، سر این تمرکز نمیکردید، هیچگاه به اون نمیرسید. همین گونه است. نتیجه 1 دور است.
یک دوری میگذارد که نتیجهش یک آهنگ میبرد، یک چیز ساخته میشود. بعد امون آهنگ رنگی نشانه میماند، رنگی بیرق میماند که با واسطه او مثلا من میدونم که در این وقت یک دوره میگذراندم که در بسیار چیزا به یاد میآیند. بعد وقتی که آدما گوش میکنن آنها هم این چیزا را میبینن، لیکن برای این کسی که دقتش با قوت باشد بسیار چیزا برآورده میکند. اگر دقت هم سخت نباشه یک چند بار گوش کرده آدم خودش را به یاد میآورد که در این دوره او چی حیاتی داشت. خودت هم به خدا نگفته بود تمامی دانشی که من گرفتم همین است که هیچ چیزی رو نمیدونم. این بسیار درجه بلند، فهمیش بسیار درجه بلند است. یگانه چی میدونیم که یگان چی نمیدونیم. کسی که ندانست این دانش بزرگ است. این کسی که این نمیدوند فکر میکنه که درون وای چیز نیست. از کجا ما موسیقی رو پیدا میکنیم؟ از هیچ کجا. پیش از آن که مثلا این صدا پیدا شد و هیچ کجا نبود. در همین هیچ کجا همه چی است. لیکن نر کسی نیافته میتواند. میدونید این چیز است، همه چی است در آن جایی که هیچ چیز نیست. از همون جا پیدا می شود. همون لای است و بعد از همون لای یک کوزه ساخته می شود. لیکن لای برای یک کسی این لای است، برای دیگر برای کوزه‌گر این کوزه می شود. برای آن کسی که حس کرده میتواند این نبودن هم بودن است. و من میخواستم که از پدر عادلشاه در باره عادلشاه کمی پرسان شوم. خب شما کی درک کردید که همین گونه یک استعداد نادر در وجود فرزندتان است؟ پسرم از خردسالی که زاد شد و موسیقی جلب کردم و خودم نمیدونستم که موسیقی چی میشد، حافظ میشد. خود میگم بعد خیلی من خودم بسیار موسیقی را نقد میبینم. در خانه من تمام موسیقی بود. تمامی سازهای موسیقی. پدرم هم خدا رحمتش کنه و موسیقی بود. او موسیقی را نقد میدیدیم، بعد من این موسیقی فقط میدادم و گوش میکرد، یاد میگرفت. بعد من ساز موسیقی را اجرا کردم میتوانستید شما؟ من کم مخاطی ندارم، هنری ندارم، لیکن بسیار دوست میدارم. گوش میدهید زیاد؟ بسیار گوش میکنم، همه را گوش میکنم. بعد عادلشاه را وقتی کاستا بودن میموندم، بعد میگفتم قطعا اینو بخون. من میموند بخون. من خیلی یاد میگرفت، بعد دیگه روز کلان سورتر شد. این در یک سینتزاتور خریدم. دیدم که نقطه میتونم. موزیکال شکلی ندادم و نقص تموم کردم. درک و فهمش و خاطرش خیلی قوی است خطا نمیشه. یعنی در حال قبول میکند هر چیز. روح دارد. و همین یک گپ اگر من خودم نام یک کس میگم بعد فراموش میکنم. بعد وای میپرسم میگم اون نام همون فلان بود وای سراد همون خیلی مرا میگه که نام این نام وای. و امروز برای ما چی دستاویز آورد، چی ترانه آورد که با گیریا عادلشاه با گیریا. دوستان عزیز، عادلشاه برای ما یک ترانه جذاب پیشنهاد میکند. این ترانه هم با گیریا نام دارد و گوش میکنیم. برآمد. Bagirya Torah, Bagirya Torah, Khana mein juyam, nishanahay Torah, be nishana mein juyam, Bagirya Torah, Khana mein juyam, nishanahay Torah, be nishana mein juyam, Bagirya Torah. شکست شاخه امید تو برادر من، شکست شاخه
گل امید تو را، گل امید تو را از زمانه می جویم، نشانه های تو را به نشانه می جویم. چراغ خانه ما را خاموش کرده تو، چراغ خانه ما را خاموش کرده تو، چراغ خانه ما را خاموش کرده تو. بیا که روشنیم، بیا که روشنیم، آشیانه می جویم، نشانه های تو را به نشانه می جویم. با گریه گریه تو را خانه خانه می جویم، نشانه های تو را به نشانه